شما کدام جوانمردی گپ میزنین؟ شما کدام ناموس گپ میزنین؟ شما کدام غیرت گپ میزنین؟ شما اگر که ناموس و غیرت و جوانمردی را دست دادگین، با همین شما بر این آدما میروند در بین 4 بچه‌ای که در همون قشلاق ایواز برآمدگی نیست، در همون قشلاق کار و بارش زندگی حلال داره، ای جوانمردی گپ میزنین، ای غیرت گپ میزنین، ای ناموس گپ میزنین، ای پولداری گپ میزنین. آیا شما میدونید که همین راهبرای شما رئیسایی که امروز میرین بچهای بوز بالا نه ناموس دارین، نه غیرت دارین، نه جوانمردین، میرین پوپششون لک میزنین یا کستماشون رو میخپین که بوپشن؟ شما میدونید که با کدام راه واسطه واسای پولش دگیان؟ شما میدونید این چیزا، لیکن برای پول شده، برای یک مال دنیایی شده، شما ناموس و غیرت و جوانمردی تون دست دادگین. با اگر که یک نر بچه، یک مرد بچه پیش همون رئیساتون بره، بنا میکنه همه که سیاش بکنن که گویا که وظیفه تره یا مالی تره یا زنی تره، همون مرد بچه بسری همون اومدگی که میان میگیره میره. در زندگی مرد بشین، لقلقمه حلال صاحب شین، نه اینکه مقصد ناموس و جوانمردی و غیرت اون دست بتین.